و اکنون دو جفت نوبتی که یعنی حال با روی تتم میبراید. اسماگولوف، ژانسای پهلوانی که با جداگی سفید میبراید. و عریفش محمدبکوف. محمدبک در حال اشاره برای داوری مرکز برای نادرست گرفتن دستش میکند و در حال داوری مرکز شیدای نخست رو با اسماگولوف ژانسای پهلوانی 30 ساله قزاقستان نشان میدهد. و نوبت دیگر محمدبک سلولای محمدبک که یک پرتافتی خیلی هم جالب میکند. پهلوانی 23 ساله که خیلی هم یک پرتافتی زیبا نشان میدهد. این هم خیلی شباهتی انا همین امتیاز وزاری را داشت و میستوند از حریفش امتیاز وزاری را. و نوبت دیگر هر دو دست رو خیلی مستحکم میگیرد. داوری مرکز سبقت را باز میدارد و دوباره برای نادرست گرفتن یعنی همون دستی محمدبکوف شیدای دویم رو نیز برای پهلوانی قزاقستان اسماگولوف ژانسای نشان میده. داوری مرکز خیلی با یک سرعتی بلند و با حرکت های زیبا گوشت میگیرد محمدبکوف. پنجم می سال 2021 در گرند اسلم کازان مدال طلای مسابقه خود را به گردن آویخته بود محمدبک. و 24 سپتامبر سال 2021 در گران پری زاگرب مدال برنجی را به گردن آویخته بود. و اینچنین 5 نوامبر سال 2021 در گرند اسلم باکو مدال طلای مسابقه خود را کسب کرده بود. و 24 ایولی سال 2022 در گرند اسلم اولانباتور مدال طلای مسابقه خود را کسب کرده بود. در رده‌بندی جهان در جای 20 ایستاد 2335 امتیاز را دارد باشد. نوبت دیگر خیلی دلفرانه دستی حریف را میگیرد و دوباره میخواد با پای هوا دیاد حریفش را. اسماگولوف ژانسای باشد تنها با گرفتن نمود دو شیدا حرکت میکند ولی قواش بسندگی نمیکند برای پرتاف کردن محمدبکوف. دوباره از جای میخیزند و ادامه میدهند سبقت را. محمدبکوف که نمایندگی میکنند ورزشکاران بی‌طرف را. وای دوباره حالتی خیلی هم خوب برای محمدبکوف. پرتافتی خیلی هم زیبا میکند از پشت پای حریف دست را خیلی مستحکم میگیرد. و داوری مرکز هیچ امتیاز نشانه میدهد برای محمدبکوف. حالا فکر میکنم این پرتافت امتیاز بود
کم انتظار میشویم. اما نه، این پرتافته که محمد بیکوف اجرا کرد هیچ امتیاز داده نشد. سی ثانیه دیگر باقی مانده است. تا به انجام گشته و برگشته به زمین می نشیند محمد بیکوف. میخواد پرتاف کند. پنج ثانیه دیگر. 4-3. همینطور وقت به پایان میرسد پیروزی نصیب پهلوانی جداگی کبود داشته محمد بیکوف میگردد. اما محمد بیکوف از این مرحله و مرحله دیگر را خط میگیرد. اکنون دوستان عزیز دو جفت نوبتیه که با میدان میبرند و سبقت را شروع میکنند. محمد بیکوف پهلوانی 23 ساله ای که نمایندگی میکند ورزشگران بی‌طرف را از عارفش عبدالملک همایف پهلوانی 23 ساله بلژیک که با جداگی سفید است هر دو سبقت را شروع نمودند. محمد بیکوف پهلوانی خیلی هم با تجربه جداگی کبود باور کرده است. در مرحله اول پهلوانی قزاق اسمایگولوف ژانسای را شکست داد و با این مرحله را خط گرفت. همایف عبدالملک باشد پهلوانی که نمایندگی میکرد فدراسیون جودوی بین المللی را مجد کوان را شکست داد و در این مرحله با محمد بیکوف ادامه نبرد میکند. او ادامه میدهند. علاقه یک کاردیزر نشان میدهند برای محمد بیکوف و همایف باشد خیلی آرامانه گوشتین میگیرد با قد و قامت اندک است. محمد بیکوف بلندترش نوبت دیگر محمد بیکوف Les jambes, Malik. Bien ses jambes, le couche là. از سلولای محمد بیکوف فردا سامان محمد بیکوف در این تتمیا کشتین میگیره. دوستان عزیز با همراهی شادمان رضایف زیر وزن 81 کیلو فردا در روز چهارم این مسابقات چمپیونات جهانی جودو که در شهر دوحه قطر جریان دارد فردا دو پهلوان ما میدان میبراید.
نوبتی دیگر پرتاف میکند محمدبکов. خیلی هم پرتافتی خوب کرد و اومایف دست رو رها کرد. نوبت دیگر از داخل پای عریف ضربه میزند محمدبکov. محمدبکov این مربی مایف عبدالمالک است که و شاگردش از کنج و نوبت دیگر مایف سبقت را باز می‌دارد. داور مرکز آواز شیدای دوم را نیز نشان می‌دهد برای اومایف عبدالمالک. برای اجازت ندادن به حریفش. بار دیگر محمدبکov خیلی هم یک پرتافتی زیبا نشان داد. بعد دوباره می‌خواهد اصول‌های در زمین را استفاده برد. سرور باید پای را رها کند. همین طور می‌شود دوستان عزیز. پای را رها می‌کند ولی اومایف خود را کنار می‌گیرد. امرابی محمدبکov با شاگردش مصلحت و توصیه ها میدهد. همینطور برمیگردد عبدالمالک اومایف برمیگردد و رقابت ادامه مییابد. 20 ثانیه دیگر باقی مانده است تا به انجام وقت اساسی. بار دیگر محمدبک از پشت پای ضربه میزند ولی خواهش بسندگی نمیکند. برای اجرای اصول کردن وقت به پایان میرسد. کار در وقت طلایی سبقت ادامه مییابد. کم فعالی خود را نشان میدهد محمدبکov. در این حالت داوری مرکز مجبور میگردد تا شیدای سوم را نیز نشان میدهد برای پهلوانی بلگیا اومایف عبدالمالک. و نوبت دیگر یک پرتافتی خیلی زیبا نشان میدهد با پای. و این اصول هایی که محمدبکov اجرا میکند علاقه حریفش همه اینا رو پیخست نموده است. خیلی هم خسته به نظر میرسد اومایف در حال چنین پشتین گرفتنش. دوباره پرتاف میکند
و همین طور دوستان عزیز شیده سیم روز نشان میدهد برای پهلوانی بلژیا و مایفا پیروزی نصیب پهلوانی یک تگی قبول داشته محمدبек فعلا Хорошо. Он дает, так же только за собой, не спеши, мам. Не спеши, так же, но не спеши, подготовь. Еще, идете. Подготовь, не спеши. Все хорошо забираешь, но не спеши. Подбей. Все хорошо. على النصاب الثاني الفائزة هي اللاعبة البريطانية من كندا جيسيكا Все хорошо, под контролем. The number 2 is Congress Serdan with the number 7 European category representing Сейчас будет раскрываться. Все хорошо, без уйти. Заберешь, он не отдает. Не расслабляй. Давай. Вставай. Мага, все нормально, сделай, Шалапан, увереннее. Давай, братец, все получится, все нормально, так же. Мага, все собрано. Он отдаст, слышишь меня? Он готов, отдаст. Напирай, бросит. Все хорошо. Вставай, чувствуй стряхни, вставай. Встань. Мага, руку забери, а он что пойдет? 5 минут времени, все нормально, сделай.
Забирай сзади, ногу, зацепляй, хорошо. Давай, много. Забей. Не напрыгивай. Давай. Давай. Да! Сделай, он боится. Давай, Рога. Теперь, Рога, забивай его. Надо делай! 17 секунд! 17 секунд! Давай, кричи, давай! Давай! Надо делать надо! 17 секунд у тебя есть! Ниже! Ломай ее! На корпус ломай! Давай! Спокойно встал. Все. Давай. The 92 score.